خوش اومدید به پادکست آینه فکر. امروز اومدیم با یه موضوع دیگه، با یه آینه دیگه، با یه عطیه دیگه، با یه نشستن دیگه و یه گپ و گفت دیگه. یه موضوع دیگه که میخوام بهتون بگم و باتون صحبت کنم، با هم گپ بزنیم دربارش و منتظر فیدبک شما هم هستم. نظری دارید تو اینستاگرام آینه فکر برام حالا دایرکت بدید، اینکه زیر پست‌های یوتیوب برای من بنویسید. خیلی خوشحال میشم، واقعا دارم میگم. اگه انتقادی یک موضوع که دوست دارید دربارش با هم صحبت کنیم، دربارش کتاب معرفی کنیم، مطلب بخونیم، خیلی خوشحال میشم واقعا بگید، چون این ارتباطه باعث میشه هم من بیشتر یاد بگیرم، هم یه نفر دیگه که دوست داره یاد بگیره و این ارتباط قوی تر بشه، هم به نفع من هم به نفع شما. خب خیلی خوب میشه. بریم درباره این موضوعی که احساس میکنم یه ذره سنگینه. امروز کلا روی این سنگینه من چی کردم، گذاشتم تو برنامه‌ام که بخوام حرف بزنم. ذاتا من توی ویدیو این هفته دارم ویدیو ضبط میکنم به خاطر اینکه من از هفته بعد امتحانم شروع میشه، بعد باید هر هفته ویدیو ضبط کنم، ویدیو برم. بعد سعی کردم این هفته 2 تا ویدیو ضبط کنم برای هفته بعد دوباره بتونم حالا ویدیو ادامه بدم، این تداوم داشته باشه، چون هر جمعه من ویدیو آپلود میکنم. این هفته خواستم 2 تا ویدیو آپلود کنم، 2 تا ویدیو ضبط کنم که یکیش جمعه این هفته، یکم جمعه هفته بعد آپلود میشه. یه موضوع که خیلی به نظرم هممون درگیرشیم، خودآگاه و ناخودآگاه، توقع داشتن از خودمون و از دیگرانه. 2 تا موضوع متفاوت و مشترک، یعنی یه سری اشتراکاتی با هم داره. کلا انتظار و توقع داشتن یه وقتایی از خودمون خیلی خوبه. توقع داشتن از دیگران به نظر من، از بقیه شرایط مختلف، اصلا خوب نیست. ما هر چقدر توقعمون از خودمون بیشتر باشه به اندازه روی حد استانداردی، به ما خیلی میتونه کمک کنه. اما وقتی از بقیه توی هر موضوعی، توی روابط عاطفیمون، توی روابط دوستانمون، روابط خانوادگی، پدر و مادرمون، هر چقدر توقعمون کمتر باشه، انتظارات کمتری از همدیگه داشته باشیم، کمتر آسیب میبینیم، کمتر اذیت میشیم، کمتر ناراحت میشیم، راحت‌تر زندگی میکنیم. به نظر من باور کنید یه سری از چالش‌هایی میبینم و تجربه کردم که بعد اینکه میای ریشه یابی میکنی میرسی به توقع، انتظار بیجا. ما این وقتا یه سری آدما یه سری توقعی داریم که اصلا نباید داشته باشیم، یه سری انتظاراتی داریم که اون انتظارات رو برآورده نمیکنه اون طرف از هر لحاظی و تو ناراحت میشی، بعد اصلا کلا شوکی میشی، به هم میریزی و چقدر حس بدی میتونی تجربه کنی. ببین از یه آدمی با یه شخصیتی، میخوام درباره آدما کلا توقع آدما اول صحبت کنم و توقع از خودمون، اون بازم موضوعش یه ذره کمتر از و یه ذره پیچیدگیش کمتر از موضوع با توقع با دیگرانه. توقع از دیگران خیلی کلا گسترده است، چند تا بعد داره، میخوایم بگیم چند تا زمینه داره، بعد دربارش با هم صحبت کنیم. یک قسمتی که میخوام بهتون بگم اینه که تو از یه آدمی با یه شخصیتی یه سری توقعاتی داری که اصلا اون آدم نمیتونه اون توقعات و اون انتظارات رو برآورده کنه، نمیتونه. از لحاظ رفتاری باشه، از لحاظ انجام حالا یک کاری باشه، هر لحاظی، از هر زمینه که بخوام بگم، اون آدم توانایی نداره، ناتوانه توی اجرا کردن و توقع تو رو سیراب کردن. چرا واقعا هم خودمون رو اذیت کنیم هم دیگران رو؟ اصلا یه مثال بخوام بزنم براتون، مثلا خیلی جمع و جور. شما فکر کن یه فردی که از لحاظ شخصیتی آدم درونگرایه و خب آدمای درونگرا یه سری ویژگی رفتاری دارن، آدمای برونگرا یه سری ویژگی رفتاری دارن. یه آدم برونگرا، یه آدمی که خیلی شیطونی، آدمی که خیلی احساسشو بروز میده، بروز احساس داره، از آدم درونگرا توقع داره که احساساتشو
بروز بده. چرا واقعا؟ بعد ناراحت میشه اون آدمی که برونگراه. اصلا خودمون میگم چرا من دور برم؟ من آدم برونگرام، یه دوست دارم یه آدم درونگراه. من همیشه ابراز میکنم، یعنی اون احساسمو ابراز میکنم. این جمله میگیره. من همیشه احساسمو ابراز میکنم. اون بنده خدا دوست من آدمی نیست بخواد ابراز کنه، توی رفتار نشون میده. آدمی نیست بگه مثلا من نمیدونم تو رو دوست دارم فلانه، تعریف کنه. من تعریف کردن آدما رو دوست دارم. من از آدما تعریف میکنم بدون هیچ پرده‌ای. وقتی بدون پرده ازشون چی گفتم، یعنی بعدم گفتم جلوی خودش بهش گفتم مثلا تو این مشکل رو داری، تو اینجوری هستی. ولی تعریف کردنم هست. به نظر من نیازه که وقتی از آدمو تعریف کنیم. هم آدما نیاز دارن، هم تو نیاز داری حس خوب رو دریافت کنی. ولی اون آدم اونجوری نیست، اون رفتار نداره، اون شخصیت رو نداره، شخصیت تعریف از دیگران رو نداره. آقا نمیتونه تعریف کنه. من وقتی اون اوایل اصلا تو خودم میرفتم ناراحت شدم، چرا مثلا این جوریه؟ مثلا بچه در که بودم و کمتر میدونستم. من اینجوریم، قرار نیست همه مثل من باشن که. چرا دوست داری همه مثل خودت باید رفتار کنن؟ چرا توقع داری؟ مثلا واقعا همینه. چرا من دوست دارم چون من آدمیم که از بقیه تعریف میکنم بقیه هم از من تعریف کنن؟ همچی خبری نیست. با اون طرف رفتارش، اون شخصیتی که داره با من زمین تا آسمون فرق میکنه. من حتی بخوام بگم یه شخصیتی پیدا کنم که شبیه خودم هم باشه، بازم نقطه مشترک خیلی کمی میتونی پیدا کنی. هر گلی یه بوی داره، هر کی یه مدله. بابا توقع بیجا از آدما نداشته باشی، چون خودت اذیت میشی. توقع داشته باشی خودت اذیت میشی. من یاد گرفتم، اینو فهمیدم. مثلا یه بنده خدایی که هست، من همیشه اونو مثال میزنم برای خودم. یه آدمیه که برای همه هدیه میخره، خیلی هدیه میخره برای آدمایی که دوستشون داره ها. همش در حال هدیه خریدن. اصلا این بنده خدا کل پول و درآمد کل زندگیشو برای بقیه تو کنم هدیه میخره. بعد جالبش اینجاست که از همه توقع داره به هر مناسبتی براش هدیه بخرن، همه اون آدما، چون خودش اونجوریه. دوست داره همه عین خودش باشن. بابا این واقعا نمیشه. دست برداریم از این رفتاره. تو اگه دوست داری بدون هیچ توقع، بدون هیچ انتظاری کاری رو انجام بدی، اون موقع اون کار میشه دلی. تو دلی دوست داری به یکی محبت کنی، دوست داری قطعا فیدبک ببینی ها، اما توقع نداشته باش که طرفت عین خودت باید رفتار کنه، عین تو محبت کنی. انتظار وقتی کم میشه، من اینو برداشت کردم، تا هرچی انتظارت از آدما کمتر میشه، نشون میده بیشتر پخته شدی، بیشتر تجربه کسب کردی. من هنوز خودم میگم، هنوز به اون حد کمالی که اصلا نرسیدم. من وقتی خودم، تو نمیای بروز بدی یا تو خودت، من خودم رو دارم میگم، تو خودت خودخوری میکنی، خودت مثلا به خودت فکر میکنی. یه لحظه احساس میکنم از طرف توقع داشتم. یعنی ببین اینجا ببین توقع داشتی از طرفا. بروز نمیدم که توقعمو، ولی تو خودم از طرف انتظار داشتم. مگه این کارو کردم، اونو من این کارو انجام بده. میام از اون طرف توقع داشتم، خودم میگم چرا واقعا تو دوست داشتی اونجوری برخورد کنی، اون دوست نداشته اونجوری برخورد کنه. تو دلی برخورد کردی. وقتی دلی بودی، چون میگی دلی بوده، چرا توقع داری؟ بعد اونجا اون لحظه اگه خیلی توقع واقعا بیجا باشه، اختار میدم به خودم، چرا واقعا چرا توقع داشتی؟ اگه نه خب توقع نرمال بوده، هر آدم دیگه هم باشه خب اون توقع رو داشته، اون لحظه میگم اوکی نباید داشته باشی. ببین اون طرف شاید اون لحظه شرایط نداشته باشه، چون که توقع داری باید به همه چی فکر کنی. ببین اون لحظه تو اون شرایط اون طرف رو نمیدونی. اون لحظه چالش هایی که با اون طرف، حالا با تو اون شرایط باش دست و پنجه نرم میکنن نمیدونی. تو فقط از دیدگاه خودت از یه نفر انتظاراتی داری که ممکنه از نظر خودت بجا باشه یا بیجا باشه، که همیشه از نظر خودمون بجاه، ولی از طرف مقابل نمیتونی انتظار داشته باشی، نتونه بسو باید حتما برآورده کنه اون توقع تو رو، انتظار تو رو.
یه نوع از انتظار دیگه هم که داریم انتظار از خودمونه که حالا میخوام اینا دو تا رو به هم گره بزنم. انتظاری که از خودمون داریم، یه سری انتظاری که از خودمون داریم دوباره یه وقتایی توقع بیجای، وقتایی بجای. این توقعی که از خودمون داریم، انتظاری که از خودمون داریم از چی نشأت میگیره؟ یه وقتایی از اطرافیانمون نشأت میگیره. یه مثال براتون بزنم شاید بهتر بفهمید. ببین یه نفر هست، داشتن اطرافم که از دوستان حالا که این مشکل داشته توی زندگیش و این چاشو داشته، این بود که اون بنده خدا همه خانوادهشون دکتر و اینا بودن، بعد درسش هم خوب بوده. میگفت من تو اون جوی که بودم همه از من توقع و انتظار دکتر شدن داشتن، منم باید دکتر میشدم. من دوباره از خودم رو من تاثیر گذاشته بود اون جو، منم میگفتم باید دکتر بشی، باید دکتر بشی. بعد اون بنده خدا اومد میگفت اصلا من روحیه پزشکی ندارم، اصلا من نمیتونم. تأثیری میذاره اطراف ما روی توقعات خودمون از خودمون. یه وقتی یه سری توقعات واقعا نیاز توقعات خود بالا باشه توی یه سری موضوعات، چون باعث رشدمون میشه. ولی یه وقتی خودمون رو نمیشناسیم، با نشناختن خودمون، شناختی که کافی نیست، یه سری توقعاتی داریم که برآورده نمیتونیم بکنیم، بعد از دست خودمون رو سرزنش میکنیم، از دست خودمون عصبانی میشیم که چرا این کارو نکردی. واقعا اون لحظه حس بدی رو تجربه قرار بکنی و اعتماد به نفست رو کم میکنه، حس بدی بهت میده، همش خودتو سرزنش میکنی. بعد اونجاست که یه توقع بیجا و اشتباه از خودت باعث شده که کلا هم از پیشرفتت، هم از اون جریان زندگی عقب بیفتی. خیلی تاثیر گذاشته توی زندگی، فقط به خاطر یه توقع بیجا از خودت. اونا از نشناختن، از شناخت ناکافی بودن شناخت از خودت میاد. خودتو بشناس. به نظر من خودمون رو که بشناسیم توقع بیجا داشته باشیم. تو مثلا استعداد داری توی یه موضوعی، من از خودم توقع دارم که الان هر جمعه بیام بشینم ویدیو ضبط کنم برای پادکستام، برای یوتیوبم ویدیو ضبط کنم، چون در این حد شناخت رسیدم که آقا من احساس میکنم میتونم جلوی دوربین قرار بگیرم، ترس از دوربین ندارم، آدم برونگراییم، شخصیتم میخوره به آدمی که بخواد ضبط ویدیو بره جلوی دوربین بره. بعد وقتی که خودتو بشناسی، توقع بجا داشته باشی، کمتر خودتو با بقیه مقایسه میکنی. توقع کلا بیجا و انتظار بیجا از خودمون قطعا مطمئن باش مقایسه میاره، مقایسه خودت با دیگران، مقایسه دوباره بیجا. ببین تو اینی، تو یه ویژگی داری، بعد از خودت یه انتظاری داری که با اون ویژگی تو، با اون شخصیت تو، با اون کلا مدل طرز تو اصلا با هم همخونی نداره. بعد میگی خب من میخوام این باشم، ولی تو در اون حالت از اون توقع خودت کلا ناتوانی برای اجرای اون توقع و انتظارات از خودت. بعد میبینی که یکی دیگه این کار داره انجام میده، فلان داره این کار رو انجام میده، چرا من نمیتونم، چرا فلان. بپذیر. چرا نداری؟ خب بپذیر که تو توی اون موضوع استعداد نداری. یه انسان حتما نباید، یه آدم نباید حتما بتونه از همه کاری بتونه انجام بده. تو توی یه موضوعی مهارتت قوی تره، استعداد داری، یه نفر دیگه توی یه موضوع دیگه استعداد داره، بیشتر میتونه بولد بشه، ظاهر بشه. وقتی مقایسه، وقتی که توقع کمتر باشه، توقع به جا باشه، کمتر که نه اشتباهی توقعی کم از خود آدم. من که آدمی که خیلی از خودم همیشه توقعم زیاد بوده، همیشه از خودم توقع زیاد داشتم، ولی توقع بیجا یه جایی داشتم. چرا؟ هممون داشتیم، راست باشیم، دروغ که نداریم به هم بگیم. چرا توقع بیجا من خودم داشتم یه جایی، اما بعدش فهمیدم. مهم اینه که بفهمیم بعدش توقع بیجا بوده، چون خودتو سرزنش نمی‌کنی اون وقتی این توقع بیجا بوده یه سرزنش زیاد نمیشه همش، چون وقتی که میگذره یه اتفاقی که برات که دوست داری، انتظار داری برات بیفته، انجامش بدی، یه کاری رو انجام نمیدی، بعد پشت بندش خودتو سرزنش می‌کنی. ببین چرا این کارو نکردم. بعد سرزنش واقعا نابود میکنه هم اعتماد به نفسمون رو، هم کلا اون امیدمون رو، همه چی رو گنگ میزنه به همه چی. من احساس میکنم اون سرزنشه واقعا یکی از همون
دست تبرایی که اینجوری میزنه درخت اعتماد به نفس واقعا از ریشه میکنه، از ریشه واقعا خیلی کمگن میزنه به همه چون سرزنشه. اون کمتر میشه وقتی بفهمی. اون فهمیدن خیلی به نفعه دیگه. درک کنی این موضوع رو که با توقع از خودت بیجا بوده. الان برو بشین فکر کن، یه 5 دقیقه فکر کن که تو زندگی توی یه بازی از زمانی که خیلی برات مهمه، تو اون بازی زمانی که احساس میکنی حالا حالت بد بوده، از نظر خودت اتفاق خوبی برات افتاده یا نیافتاده فرق نمیکنه، تو یه بازی رو مشخص کن چه توقعی از خودت داشتی، اون انتظارات بجا بوده یا بیجا بوده. تو هر زمینه‌ای، تو هر زمانی که ما بخوایم اینجوری کنکاش کنیم زندگیمونو، واقعا به نفعمونه. واقعا وقتی میگن نباید زیاد فکر کنی، آقا وقتی که تو فکر نکنی به اون گذشته که اتفاق افتاده، گذشته همیشه همراهته، اون اتفاقا همیشه همراهته. وقتی کنکاش نکنی برات درس نمیگیری برای آیندت، برای حالت استفاده کنی. بس ببین توقع کجا داشتی، بیجا بوده، بجا بوده، چطور بوده. خیلی مهمه این توقعه اگه بجا باشه واقعا خیلی اتفاقای خوبی براش میفته. چون به خاطر اینکه تو با توجه به شناختی که خودت داری میری توی مسیری که واقعا ذوق میکنم حرفشو میزنم، میری توی مسیری که میبینی چقدر قشنگه، چقدر حس اون به دست آوردن قشنگه، چقدر قشنگ، چقدر حس خوبیه. چون تو اون مسیر درست قرار گرفتی، انتظارت برآورده شده، از نظر اون توقع تو اون لحظه ارضا شدی و چقدر حس درجه یکیه، ولی درست بوده. چون باید ما بررسی کنیم که اون توقعی که از خودم داشتم اگه به جا بوده، من نتونستم برآوردهش کنم، مشکل کجا بوده؟ من کم کاری کردم، من پشت کار نداشتم، من نخواستم، توقع رو داشتم اما براش تلاش نکردم، انتظار داشتم از خودم ولی تلاش نکردم، اون دوباره قضیهش فرق میکنه. اما اگه توقع بیجا بوده، اوکی نبوده و سرزنش نکن خودتو. اگه انتظار به موقع بوده، به جا بوده، تو اقدام نکردی، تو تلاش نکردی، باید روی خودت بیشتر کار کنی. من اینجوری فکر میکنم، میگم اگه من توی اون زمان، توی اون موقعیت خواستم، مثلا دارم میگم بیام یه کاری انجام بدم، مثال کاری میزنم، مثالی که خیلی اون درکش میکنیم، من خواستم بیام برای خودم این منبع درآمدی داشته باشم، یه کاری راه بندازم و توی اون موضوع که میخواستم نشد. یعنی وارد شدم، انتظار داشتم از خودم، مثل انتظارات داشتم، اون انتظارات برآورده نشد. باید من فکر کنم به اینکه من تلاش نکردم، من نخواستم که بشه، یا اینکه اون انتظارای من به جا نبوده، با توجه به توانایی و شناخت خودم نبوده. اینجوری فکر میکنم، میبینم نه، من اونجا تلاش نکردم، اونجا عقب کشیدم، اونجا کمکاری کردم، پس مشکل از من بوده، من باید اونو درستش کنم، باید رو خودم بیشتر کار کنم. یا اینکه نه، اونجا واقعا من از خودم انتظار بیش از حد یا بی موقع داشتم، بیجا داشتم. اصلا این هیچ، مثلا این کاری، این موضوع اصلا به من نمیخورده، به شرایط روحی و شخصیتی من نمیخورده. اینجوری باید نگاه کنم به موضوع. اینجوری کنکاش کنی، پازلا رو بغل هم بچینی، واقعا به رشد آدم کمک میکنه. میگم فکر کردن یه وقتایی واقعا اذیت میشی، زیاد فکر کردنه، اما واقعا وقتی میشینم فکر میکنم، کنکاش میکنم، بعد که نتیجه میبینم خودم کیف میکنم. امیدوارم که توقعمون از خودمون به جا باشه همیشه. من داشتم توقع بیجا از خودم، همه دارم، ولی بدونی که داشتی و اصلاحش کنی اوکیه. آدم هم هر چقدر روابطمون باشون عمیق‌تر میشه، توقعمون ازشون بیشتر میشه، انتظارمون از همدیگه بیشتر میشه. اگه بتونیم اون رو کنترلش کنیم، بتونیم انتظاراتمون رو کنترل کنیم، نه از هر کسی، فقط از دیدگاه خودمون نگاه نکنیم، پنجره دیدمون رو بازتر کنیم، از چند زاویه نگاه کنیم به موضوع. مثلا یه نفر نتونست اون لحظه با من مثلا بیاد بیرون، مثلا خیلی کوچیک،
بیام برای خودم راهکار میدم. برای خودت ببین شاید حالش خوب نبوده، شاید شرایط جسمی نداشته، شاید شرایط روحی نداشته، شاید برای خودمون بچینیم، کمتر هم خودمون اذیت میشیم، کمتر این نشخوار فکری داریم در رابطه با اون موضوع. همین که درکمون بهتر میشه از اون طرف، میتونیم بهتر درک کنیم شرایطو. بعدش هم میفهمیم. ولی تو اون لحظه رو میخوام بگم، تو اون لحظه به این فکر کن که نشد، شاید به خاطر مثلا این موضوع نشد، کمتر اون لحظه اذیت میشیم، بیشتر کمک میکنه. این درک کردن آدما خیلی سخته. که دوست دارم خیلی حرف باحالی زد، میگفتش که راستم میگفت حرفا قشنگن، حرف زدن قشنگه، ولی اون انجام دادن درک آدما خیلی سخته. توقع نداشتن و یا توقع بجا داشتن از آدما خیلی سخته. تو اون لحظه اصلا نمیتونی، دست خودت نیست، ناخودآگاه توقع داری از این نفر. بعد آدمایی که برامون خیلی عزیزن یه وقتایی توقعی ازشون داریم که خودمون هم مثلا کفری میشیم. چرا این همچین توقعی یا طرفداری؟ هر چه روابط عمیق‌تر میشه باید کنترل بیشتر بشه روی این توقعاتمون. به اندازه وابستگی به شرایط اون طرف رو درک کنیم، توقع داشته باشیم. چون ما اصلا فقط از سمت خودمون داریم میریم جلو تو مسیر، سمت مقابل رو حرکت نمی کنیم. خاطر همین درکش سخت میشه. امیدوارم که بتونیم توقعمون رو به جا داشته باشیم از خودمون، توقع زیاد داشته باشیم از خودمون، شناخت داشته باشیم از خودمون به اندازه، با آدما طوری همراه بشیم که هم خودمون کیف کنیم هم اونا کیف کنن، هم حس خوب بدیم هم حس خوب بگیریم. همه اینا واسه ارتباط بهتره، واسه اینکه تو بتونی بهتر ارتباط بگیری، کمتر اذیت بشی توی توی ارتباطاتمون. چرا میگم؟ چون بخاطر اینکه این توقع و انتظار از آدما رابطه خیلی واقعا تنگاتنگی با ارتباطات ما داره. چون خیلی تاثیر داره روی ارتباطمون. تو ممکنه که توقع داشته باشی از یه طرف، توقع بیجا یا اشتباه، رابطه رو کات کرده باشی کلا، یا دلچرکین شده باشی، دلسرد شده باشی از این نفر، از یه ارتباط. شاید اون ارتباط خیلی زنده نقش حیاتی داشته، کاری بوده، عاطفی بوده، دوستانه بوده، هرچی. اون لحظه فقط باید بگیم که ما جای اون طرف نیستیم. اون لحظه بازم یه ذره حس بهتری میگیری، بهتر میتونی درک کنی هیچ کس جای هیچ کس نیست. این همیشه باید یادمون باشه. امیدوارم که این پادکستم براتون مفید باشه. مرسی که بیننده منید، من حمایت میکنید. ماشو به کلاتون. مرسی واقعا.